سلام، خوش اومدیم به ماشین باز. امروز با موضوع پرهیجان و مورد علاقه در خدمتتون هستیم. در این ویدیو به بررسی 10 تا از برترین خودروهای سوپر مینی در بازار جهانی خواهیم پرداخت. اگر همچنان در جستجوی جواهرات تکنولوژیک و شگفت‌انگیز هستید، حتما این ویدیو رو از دست ندید. خودرو شماره 10، رنو سلیو. رنو سلیو نسل پنجم و شیک رنو خودروی کاملا جدیده. این خودرو تو زمینه هزینه‌های سوخت، عملکرد، طراحی داخلی و راحتی امتیاز ممتاز 4.5 از 5 رو داره. در طراحی داخلی این خودرو از نوات با کیفیت استفاده شده و یک صفحه لمسی 9.3 اینچی ظاهری هوشمند و مدرن به داخل خودرو بخشیده. این مدل یکی از معدود سوپرمینی هاست که با موتور دیزلی ارائه شده و کار میکنه. خودرو شماره 9، فورد فیستا. از دیرباز یکی از پرفروش‌ترین سوپرمینی ها فورد فیستا بوده و مدل های جدیدتر اون حالا از همیشه هم بهتره. داشبورد ظاهری مینیمال داره و باعث زیبایی داخلی این خودرو شده. این مدل یک موتور بنزینی داره که البته برای هاتچبک ها نادره. این خودرو مصرف سوخت کمی داره و واسه کسایی که همیشه تو جاده و سفرن مناسب و مقرون به صرفه است. خودرو شماره 8، سیت ایبیزا. خودروی درخشان در زمینه خودروهای سوپرمینی که ای کاش شرکتش یه دستی هم به داشبورد پلاستیکیش بچشه. خودرو شماره 7، فولکس واگن پولو. این فولکس واگن پولو شبیه سیت ایبزاست. آخه هر دوشون بر اساس یه پلتفرم ساخته شدن. ولی جالبیش اینجاست که با اینکه پولو کمتر از ایبزا کاربردی‌تره و کوچکتره، ولی برای خریدن اون باید پول بیشتری پرداخت کنید. ولی انصافاً تو زیبایی داخلی از سیترا جذاب‌تره و با کیفیت‌تره. این خودرو شگفت‌انگیز که خوش ساخته، متعلق به طبقه جامعه بالاه که بیشتر راحتی و آرامش تمرکز دارن تا هیجان. خودرو شماره 6، اسکودا فابیا. هر جا که سخن از ارزش مالی، کارایی و توانایی باشد، نام هاتچبک اسکودا فابیا می‌درخشد و لقب بی‌عیب‌ترین خودرو رو یدک می‌کشد. بسیاری از خریداران فابیا رو واسه سفرهای کوتاه اطراف شهر می‌خوان. بنابراین موتور بنزینی توربوشارژ با 95 اسب بخار میتونه انتخاب عالی باشه. در حال حاضر فابیا تنها با موتور بنزینی موجوده و نسخه دیزلی برای اون ارائه نشده. خودرو شماره 5، پژو 208. طراحی جدید پژو که تو پلتفرم کاملا جدید سوار شده و چراغ‌های LED خوشگلی هم داره. این مدل از پژو که امکان مصرفی به صورت الکتریکی هم داره، میتونه تا 211 مایل با یه بار شارژ طی کنه. این شاید اولین باره که یه خودروی بنزینی به عنوان یک مدل الکتریکی نیز ارائه میشه، گرچه مدل الکتریکیش گرونتره. خودروی شماره 4، مینی. اگه میخوای سوپرمینی کیفیت و شخصیت داشته باشه، بهتره سراغ مینی هاتچبک 5 دره برید. اگرچه گرونتره، ولی وقتی کیفیت و طراحیشو لمس کنی دیگه قیمت برات مهم نیست. مدل 3 دره مینی نسبت مدل 5 دره‌اش ارزان‌تر و جمع‌جورتره. همچنین مینی به مشتریاش این امکانو داده که مدل خودروی مورد علاقه خودشونو شخصی سازی کنن، ولی باید مشتری هم حواسش جمع باشه، چون اون موقع باید 2 برابر گرونتر خودرو رو بخره. با یه انتخاب عالی همراه هم باشه تو دنیای زیبایی و عملکرد فوق‌العاده، نزاگر 3 خودروی نهایی باش که به طور مستقیم از میون برترین ها انتخاب کردم. پس با من همراه شو و همین حالا اون دکمه سابو بزن و این تجربه رو از دست نده. خودرو شماره 3، آدی A1. این مدل 15 و کوچیک با طراحی بیرونی زیبا و طراحی داخلی هوشمند خود شناخته شده و مقرون به صرفه است. این مدل جدید که واسه سرنشینان‌های عقب برخلاف مدل‌های قبلی این خودرو دافایی زیادی داره. مدل‌های جدید این خودرو موتور اقتصادی اما قدرتمند داره. شاید رانندگی با اون به اندازه رانندگی با مینی جذاب نباشه، ولی بسیار کاربردی تره. خودرو شماره 2، سیتروئن C3. اگر خودروهای کوچیک این نیست برات به اندازه کافی هیجان انگیز نیست، سیتروئن C3 قطعا میتونه نظرتو عوض کنه. چون طراحی اون الهام گرفته از مدل کاکتوس C4 که مناسب افرادی که به شاسی بلند علاقه دارن، اما میخوان خودروی کوچیک و ارزون داشته باشن.
از اونجایی که تو سیته روی راحتی سرنشینان تمرکز شده، صندلی بسیار نرمی داره که رانندگی رو روون و راحت کرده. و اما خودروی شماره 1 هوندای جاز. این هوندا برترین مدل این لیسته، زیرا با توجه به جسته کوچیکی که داره میتونه سرنشینان و وسایل همراهش رو یه جا گورت بده. صندلی‌های این خودرو به راحتی صندلی‌های سینماست و رانندگی تو شهر با این هوندای کوچیک بسیار آسون و فرمونش بسیار نرم و روونه. مرسی که تا اینجای کار با هم همراه بودی. حتما این ویدیو رو به رفیق ماشین بازت بفرست و لایکمون کن که ماشین بازای دورت بیشتر شن. راستی سابسکرایب یادت نره.